السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درس امروزه ما در موردی فعل ماضی هست، یعنی فعل‌های گذشته. تا این درس ما بخشی مرکب اضافی رو گذاشتیم، بخشی مرکب توصیفی رو گذاشتیم، بخشی ضمائر رو گذاشتیم، مبتدا خبر رو گذاشتیم، حرف‌های جر رو گذاشتیم. به فکرم همین ها بود درس‌های گذشته ما و در درس امروزه ما در بخش فعل‌ها داخل می‌شویم. البته این درس ها ابتدایی می باشند. بعد از آن که 11 درس ختم شود از شما امتحان گرفته می شود و کسانی که امتحان را گذرند آنها بعد ادامه می دهند و انشاءالله با کتابی النحو تطبیقی. البته همگی می تواند که اشتراک کند در درس های بعدی، در درس های النحو تطبیقی، اما فقط کسانی که گذرند آنها باید، یعنی البته شاگردان دائمی باید این اگزمین ها رو، این امتحان ها رو باید گذرند و اگر نگذرند باید دوباره بسپارند و یعنی بهای بلند بگیرند. خب اولا الفعل الماضی چی رو گفته می شود؟ پیش از آن که به فعل ماضی داخل شویم باید بدانیم که الفعل الماضی در ما تحت چیست. خودی فعل 4 قسم می داشته باشد. این 4 قسم رو چنانی که می بینید اولش فعل ماضی هست. فعل ماضی، فعل یعنی که به حرکت و کار دلالت می کند. خودی کلمه فعل، یک فعل کردن یعنی یک کاری رو انجام دادن، یک حرکت کردن، به عمل اشاره می کند و این 4 اقسام بوده می تواند. فعل ماضی عملی رو که در گذشته انجام یافته است نشان می دهد. فعل مضارع عملی را که در حال حاضر یا آینده انجام می شود نشان می دهد، یعنی که به عملی که در زمانه حاضر یا آینده انجام داده می شود به آن اشاره می کند. زمانش را می توان با علامت های علاوگی معین کرد، مثل کلمه های حاضر یا بعد. فعل امر برای فرمان دادن یا خواهش اجرای عمل در آینده استفاده می شود. فعل امر خیلی شما می دانید حتی به فارسی هم همین کلمه رو بعضی وقت استفاده می کنیم، یعنی که امر کردن، با کسی امر کردن که عمل را انجام بدهد در حاضر یا در آینده. فعل نهی برای افاده عملی منع شده یا فرمانی نکردن عمل استفاده می شود. بعضی کتاب های نحوی فعل را به 2 قسم تقسیم می کند، اما بعضی کتاب های نحوی فعل را به 4 قسم تقسیم می کند. این آنقدر فرق بزرگ نیست، آنقدر یعنی فرق نمی کند که فعل را اول به ماضی و مضارع تقسیم کنی و بعدا فعل امر و نهی را بفهمونی. چون که کتاب هایی که فعل را فقط به ماضی و مضارع تقسیم میکنن آنها از جهت زمانه تقسیم میکنن، چون که شما میدانید که زمانه میتواند که یا زمانه گذشته باشد یا زمانه حاضر باشد یا زمانه آینده باشد. پس از این جهت، از این نگاه، زمانه گذشته را فعل ماضی گفته میشود، زمانه حاضر و آینده را فعل مضارع گفته می شود. و شاید شما تعجب کنید که چی طور برای 2 زمانه یک خیل فعل استفاده می شود، اما این جای تعجب نیست، چون که در زبان عربی از جهت همان کانتکست، از جهت جمله و صحنه آدم فهمیده می تواند که این فعل مضارع به حال یعنی به حاضر دلالت کرده ایستاده است یا برای آینده. مثلا در اینجا کلمه حاضر یا بعد یا بعضی وقت بعضی حرف ها به فعل ضم می شوند، شامل می شوند که به ما اشاره می کنند که این فعل یعنی به آینده دلالت کرده ایستاده است. مثلا حرفی سین یا سوف، سین و سوف وقتی که به کلمه در اولی فعل وقتی که اضافه شوند به ما اشاره می کند که این فعل به آینده دلالت می کند، نه برای حاضر. خب صحیفه بعدی رو نظر کنید. کمک من در اینجا جدول ساختم تا اینکه برای شما آسان‌تر و روشن‌تر شود. فعل چنانی که می‌بینید به 4 قسم تقسیم می شود: ماضی گذشته، مضارع حاضره یا آینده، امر و نهی که منع کردن را گفته می شود. و من برای شما یک فعل را همچون مثال پیش میکنم که در هر 4 حالت باشد تا اینکه شما توجه کنید و ببینید که چه خیلی فعل
تغییر میکند وابسته به زمانش یا وابسته به کدام قسم داخل میشود. مثلا فعل قاله، قاله یعنی که گفتن، از جهت مصدرش اگر ترجمه کنم یعنی گفتن را گفته می شود. اما اگر ما از جهت فعل ماضی یعنی فعل گذشته اگر ترجمه کنیم یعنی که او گفت. قاله یعنی او، اصلا یک مرد گفت. اگر این قاله رو من تبدیل کنم به فعل مضارع میگویم یقول، او میگوید، یعنی حالو میگوید، یا اینکه به بعضی اشاره های جمله‌ای ما قید کرده میتوانیم که این به آینده اشاره میکند. او میگوید یعنی در آینده یا در حاضر. و از جهت قسم امر اگر خواهم به کسی بگویم امر کنم با همین فعل من میگویم قل، بگو. البته صیغه های همه این مثال ها صیغه واحد مذکر غائب هست، یعنی که یا واحد مذکر حاضر، یعنی واحد مذکر هست، برای یک مرد اشاره میکند. مثلا او گفت، او یک مرد گفت، که جدول پره رو من برای شما پیش میکنم الان. و یقول، او یک مرد میگوید، حاضر یا در آینده. قل، تو یک مرد بگو. مثلا اگر من این رو به یک زن تبدیل کنم این باید قولی باشد، تو یک زن بگو. اما در اینجا همچون یک مثال من برای شما پیش میکنم، فقط به همین صیغه یک مرد توجه بدهید تا اینکه بفهمید که چه خیلی فعل میتواند که از جهت وابسته به زمانش یا مثلا همین قسمش تغییر کند. قال یقول قل و نهی چی میشود؟ لا تقل، نگو. این بود 4 اقسامی فعل. اکنون نزدیکتر نظر میکنیم به فعل ماضی، چون که ما از همین قسم اول شروع میکنیم و انشالله درسی بعدی درباره فعل مضارع میشود و بعدا درباره فعل امر و نهی که این بخشی علم الصیغه ابتدایی شما هست. شما باید خیلی کوشش کنید دیگر تا اینجا اگر یعنی همین خیلی درس ها رو سبک گرفتید، از امروز به بعد شما باید که درس های عربی رو مخصوصا خیلی جدی بگیرید، برای که برای حفظ کردن خیلی زیاد یعنی چی هست، خیلی زیاد جدولا هست، خیلی زیاد درس ها هست که شما باید ازیاد کنید و برای من بسپارید. پس فعل ماضی چرا گفته می شود؟ فعل ماضی در زبان عربی فعل است که عملی انجام داده را در گذشته افاده می کند. این فعل در زمان گذشته مثل نوشت، رفت، گوش کرد استفاده می شود. مثلا فعل کتبه معنایش نوشت، یا اینکه اگر من صیغه‌اش را هم ترجمه کنم میگویم که او یک مرد نوشت و آن یک فعل ماضی به حساب می رود. این بود تعریف فعل ماضی. دوم نقطه این است که به شخص ها من، تو، او، جنس ها مرد یا زن و شماره های گوناگون موافق کرده می شود. شماره های گوناگون مثلا مفرد، تثنیه، جمع، یعنی که همه این نقطه ها باید به نظر گرفته شود برای ساختن فعل ماضی. و نقطه بعدی، فعل هیچ وقت تنوین یا الف لام نمی داشته باشد. این یکی از همان قانون های آسان و کوتاه هست که شما باید حفظ کنید. فعل هیچ وقت تنوین یا الف لام نمی داشته باشد. اکنون نظر کنید، به نزدیکتر میبینیم بعضی مثال های فعل ماضی. مثلا نصره، من همین کلمه نصر ینصر را استفاده میکنم، یعنی که کمک کردن، یاری دادن. نصر او یعنی که یک مرد یاری داد در گذشته، در زمانه گذشته. نصرت او زن یعنی که او یک زن یاری داد، یعنی در زمان گذشته. در اینجا ببینیم که فرق چی شد. در این فعل تای ساکنه مفتوحه یعنی باز، تای گرد نیست، تای باز هست. تای ساکنه در اینجا شامل شد. و در آخر میبینیم نصر تو، در اینجا تای مضمومه، تایی که بالایش ضمه هست، در اینجا چی شد؟ اضافه شد. من یاری دادم. یعنی که ما چی کردیم؟ همین خودی فعل نصره که در حالت عادیش این خیلی معلوم می شود، هم از جهت مصدر همین خیلی معلوم می شود و هم از جهت صیغه او یک مرد همین خیلی به همین شکل می آید. خوب، یعنی که ما همین حرف های اصلی همین فعل نون، صاد، را می باشد و ما برای آن که صیغه رو دیگر کنیم ما باید بعضی حرف ها رو در آخرش پیوست کنیم، که در اینجا من حرفی تای ساکنه رو پیوست کردم، در اینجا تای مضمومه رو پیوست کردم و از جهت و سببی مثلا بعضی سبب ها مثلا در اینجا را ساکنه شده است.
خوب، پس این از بعض مثال های فعل ماضی. بسیار آسان هست از جهت تعریفش و اونقدر یعنی تعریفی دور و دراز و مشکل ندارد. اما از جهتی که شما باید بفهمید که چخیل این رو یعنی جدول تصریف رو باید شما حفظ کنید و باید حفظ کنید تا اینکه استفاده کردن فعل‌های ماضی رو شما یاد بگیرید. اول باید انسان چی کند؟ همین جدول تصریف رو یکم فعلی که ما همیشه استفاده میبریم برای یاد دادن این بخش، این فعل فعله هست، یعنی که انجام دادن یعنی یک عمل رو کردن. این رو کتاب‌های صرفی همچون یک نمونه استفاده میکنن تا اینکه این نمونه حفظ کرده شود و بعداً به مانند همین نمونه دیگر فعل‌های ماضی رو قیاس کرده می شود. یعنی که به مانند همین نمونه دیگر فعل‌ها رو بعد گفته می شود. پس نظر کنید این خریطه، این جدول البته که 3 صفحه دراز هست. پس نظر میکنیم که از جهت شخص وقتی که غایب باشد، شخص غایب باشد نباشد در نزد ما، و از جهت جنس میتواند که همان شخصی که غایب هست یا مرد باشد یا زن. و اگر در قسم مرد رویم میتواند که 1 مرد، 2 مرد یا از 3 مرد زیاد باشد. البته من این خریطه رو، این جدول رو یعنی در دیگر بخش ها فهمانده بودم که در زبان عربی چطور ضمائر، چطور فعل ها تقسیم می شوند. کسانی که اول نو یعنی به نزدیکی شامل شدن شاید شما کمک قین حس کنید، برای همین از درس های اول عربی گوش کرده بیایید، بعد انشالله که آسان تر می شود. اما چنانی که در زبان تاجیکی ما یک یا جمع داریم، مفرد یا اینکه جمع داریم. برای بخش 2 کس ما یکم خیلی بخشی جدا نداریم، اما در زبان عربی تثنیه گفتن چیز داریم که برای به 2 چیز یا به 2 کس دلالت میکند. پس در اینجا 1 مرد میتواند باشد، 2 یا 3 یا بیش. پس این هست صیغه. خب همه معلومات درباره همین فعل. فعل او انجام داد، کی او 1 مرد کی نیست، غایب هست، انجام داد. و انجام داد رو از کجا میگیریم؟ از همین خودی کلمه فعل. از جهت مصدر، از جهت ترجمهش معنایش انجام دادن هست، کردن هست. بعد اگر من 1 الف رو اضافه کنم، فعل، این چی می شود؟ آنها انجام دادن، آنها 2 مرد انجام دادن. فعلو، واو الف رو وقتی که در آخرش و یعنی بالای لام هم باید ضمه بیارم، وقتی که به این شکل می آید به این وزن می آید، آنها انجام دادن. پس بین این و این چی فرق شد؟ آنها انجام دادن در اینجا در فعله به 2 مرد دلالت میکند، اما فعلو آنها انجام دادن به 3 یا زیاد مرد دلالت میکند. و تا اینجا شد بخشی مردی در شخصی غایب. اکنون شخصی غایب برای زن اگر باشد، این هم میتواند 1، 2 یا 3 یا بیش زنها به 3 یا بیش زنها دلالت کند. پس اگر من درباره 1 زن بخواهم بگویم که او یک زن انجام داد، یعنی کاری رو انجام داد در گذشته، در زمان گذشته، من میگویم فعلت. در اینجا تای ساکنه اضافه شد، فعلته. ببینید که چخیل در آخری فعل چی اضافه می شود. همه اینها را اشاره کنید و همه اینها توجه بدهید. فعلته، آنها انجام دادن، یعنی آنها 2 زن. چون که اگر این صیغه رو نظر نکنید، معلوماتی این فعل رو نظر نکنید، از جهت عدد و جنس و شخص اگر قید نکنید، از جهت ترجمه تاجیکی خیلی زیاد مانندی دارند ترجمه ها. نخواهید فهمید که بین آنها این 4 مثال چی فرق است. از جهت تاجیکی که فرق کرده نمی شود. ما در عین گفتن یا عین ترجمه کردن این فعل که همه معلومات رو کنه میگذاریم، و وقتی که او میگوییم اوی تاجیکی که زن و مرد که ندارد، آنها که زن و مرد ندارد، ما برای این را واضح ساختن باید که یک کلمه جدا رو اضافه کنیم، بگوییم که آنها زنان، آنها مردان، او زن، او مرد. خوب، برای همین است که این قسمتش از جهت عدد و جنس و شخص خیلی مهم هست. و بعدا داریم فعلنا، آنها انجام دادن، باز هم آنها جمع، آنها زنان، 3 یا بیش زنان انجام دادن. این بود شخصی غائب. اکنون ادامه میدهیم به شخصی حاضر، شنونده. حاضر یعنی که کسی که در پیشت باشد و با او صحبت کرده ایستاده‌ای. چخیل میگویی که تو کردی در گذشته، در زمانه گذشته میگویی فعلت، تو انجام دادی. تو 1 مرد، یعنی 1 مردی شنونده که من با او صحبت میکنم، تو انجام دادی. فعلتما، شما انجام دادید،
یعنی شما دو مردان انجام دادید. فعلتم شما انجام دادید، یعنی شما مردان جمع 3 یا بیش مردان انجام دادید. تا اینجا شد قسمی مردی. اکنون به قسمی زنی در شخصی حاضر وقتی که گذاریم، فعلتی تو یک زن انجام دادی، تو انجام دادی یعنی تو یک زن. فعلتم شما دو زنان انجام دادید. فعلتن شما انجام دادید یعنی شما جمع زنان، شما 3 یا بیش زنان انجام دادید. این شد قسمی حاضر. میگذاریم به بخشی آخران که بخشی متکلم هست. فعلتو من انجام دادم و این یعنی وقتی که من انجام دادم البته که به یک شخص دلالت میکند و این فرق نمیکند که آن شخصی که من میگوید یا مذکر باشد یا مؤنث، مرد باشد یا زن. چون که وقتی که ما من میگوییم چطوری که در زبان تاجیکی فرق نمیکنیم، من میتواند که هم مرد من بگوید و هم زن من بگوید، همین خیلی هم در زبان عربی فرق نمیکند، میتواند هر دویش باشد، کدامش که باشد من رو فعلتو رو استفاده میکند. و این چنین فعلنا ما انجام دادیم، فرق نمیکند که دو شخص انجام داده است، 3 یا بیش اشخاص انجام داده ایستادند و فرق نمیکند که مردان هستند یا زنان، همین خیلی فعلنا میگویند. و برای آن که شما بیشتر این قسم رو بفهمید، من انشالله برای شما 3 جدول رو تیار کرده هم که برای شما از برای فایده پیش میکنم و شما اینها رو چی کنید؟ حفظ کنید. البته برای یعنی قدم اول شما باید همین جدول فعلو رو حفظ کنید. همه شاگردی که یکم بار صرف رو می‌آموزد یا همین بخش رو می‌آموزد باید از همین فعل سر کند، از فعلی فعله. وقتی یکم بار جدولی تصریف رو که حفظ میکنید خیلی شاید دشوار معلوم شود، اما این خیلی جدول ها 20 تا 40 تا هست، 40 نمودش هست که شما باید حفظ کنید انشاءالله و زیادتر در سال آینده حفظ میکنید. سال آینده انشاءالله معلمه تصریف من میشوم، فقط شما رو صرف من درس میدهم و 3 بخش دیگر رو دیگر کسان درس میدهند انشاءالله. و در آنجا انشاءالله من خیلی با آسانی و انشاءالله با جدول ها برای شما میآموزانم. اما برای که شما کمک پیش باشید و الکه عربی رو بیاموزید و نحو رو بفهمید، شما باید کمک از علم تصریف با خبر باشید. پس از این سبب شما کوشش کنید که تا هفته آینده فعله رو پر جدولی فعله رو که عباره از 14 کلمه می باشد، 14 فعل دارد، 14 شکل دارد، اینها رو حفظ کنید. مثلا وقتی که ما یکم بار در مدرسه که حفظ میکردیم، همین خیلی برای ما مشکل بود، میگفتیم که این چی است؟ فعلو. بعد یعنی بعد از کمک تمرین خیلی آسان می شود. بعد از این شما باید فعل مضارع را بعد حفظ میکنید با چندین شکل ها هست، چنانی که میگویم چندین شکل ها هست، 20 تا 40 نمود هست. اما گرچند که دشوار معلوم می شود، شاید شما دشواری حس کنید، خیلی آسان می شود، فقط همین یکم بار که حفظ میکنید مشکل هست. و این شکل شما باید بشینید. مثلا جدول فعله رو من در اینجا باز میکنم، انجام دادن، فعل انجام دادن، این خیلی باید بشینید و حفظ کنید. فعله، فعلو، فعلت، فعلته، این خیلی 3 تا کرده اگر حفظ کنید، بعد در آخر باید به آسانی بشینید و باید به من این خیلی سپارید. فعله، فعلو، فعلت، فعلته، فعلنا، فعلته، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. خب همه 14 تا رو باید این خیلی پیش کنید. من باید دارم که در مدرسه همه اولین بار با یک سختی، با یک مشکلی اذیت کرده بود. بعد از همدیگر میشنیدیم و خیلی جالبم بود و خیلی خنده‌آورم بود. شما هم با هم درسانتون همین خیلی کنید، مشق کنید، یک دیگر رو شنوید و همین که جدول فعله رو که اذیت کردید انشالله دیگر جدول آسان خواهد شد. و بعداً چی میکردیم؟ با هم دیگر گویا مسابقه میکردیم، میگفتیم که کی میتواند که از همه تیزتر گوید. و بعضی همون بودیم که میگفتیم من در یک نفس میتونم که 3 مرتبه همین فعل رو گویم. بعد سر میکردیم فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلتی. شما هم میتونید که این خیل برای آنکه تشویق شود به هم دیگر حفظ کنید و این خیل تمرین کنید و آهسته آهسته، یعنی از جهت تیز گفتن هم سرعت خود رو بهتر و تیزتر کنید. پس این هست فعله. و بعد از اون که فعله رو چی کردید؟ حفظ کردید و بعد میتوانید که هر یک فعلی که به همین وزن هست بر همین فعل مقایسه کنید و قیاس کنید. مثلا بعد از اون که فعله رو شما حفظ کردید، مثلا من اگر برای شما فعل کتبه رو پیش کنم، باز هم همین خیل تصریف کرده می شود. کتبه، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا.
این رو هم به همین شکلی که من الان برای شما فعل رو پیش کردم به همین شکل گفته می شود، فقط اولی کلمه دیگر می شود، اما آخری فعل تغییر می یابد به عینی همان فعل فعله. این بود کتبه، نوشتن. و در آخر من برای شما نصارا رو هم دادم. این رو هم می توانید که همچون مشق استفاده برید و با همین فعل فعل قیاس کنید. نصارا، نصارا، نصارو، نصارت، نصارته. دیدین؟ تا آخر همین خیل ازیاد کنید و تکرار کنید. و بعدا وقتی که همه این فعل ها رو که ازیاد کردید و فعل ماضی رو که ازیاد کردید، بعد هر وقتی که فعل های ماضی در عباره ها در کتاب ها وقتی که پیش آید، بعد شما خواهید فهمید که این فعل معنایش چی است و این فعل ماضی هست و من الکی معنای این رو میفهمم. خب پس این هست واجبات شما. اکنون ادامه میدیم از برای فایده بعضی سوره های اولی رو نظر میکنیم که چطور در آنها بعضی فعل های ماضی آمده است و حتی اگر فعل های ماضی هم نباشد چطور بعضی کلمه ها از فعل های ماضی استخراج میشوند. پس در اینجا مثلا سوره الفاتحه هست، بسم الله الرحمن الرحیم. خودی کلمه رحمن رحیم فعل نیستن، الکی میدانیم که آنها فعل نیستن. چطور میشناسیم؟ برای که فعل باید الف لام نداشته باشد. همین که الف لام و تنوین رو دیدید یعنی که این اسم هست، فهمیدید؟ اما الرحمن الرحیم اینها از کدام فعل استخراج شدن؟ از کدام مصدر؟ از رحیمه. و رحیمه معنایش چیست؟ رحم کردن. خودی سوره فاتحه رو میدانیم که بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله، به نام خدای رحمان رحیم، یعنی که بخشنده و مهربان. پس همین رحمان رحیم از حرفهای اصلی رحیمه استخراج میشوند، خارج میشوند، یعنی رحم کردن. بعضی من در اینجا برای شما بعضی فعل های ماضی رو نوشتم تا اینکه شما از جهت معنا بیاموزید که معنای اینها چیست. بعد داریم مثلا الحمدلله رب العالمین، حمد و ستایش برای الله پروردگار جهانیان. الحمد در اینجا باز هم اسم هست، اما حمد از مصدر حمیده استخراج می شود، گرفته می شود. حمیده یعنی ستایش کرد، حمیده یحمدو، ستایش کرد. و بعدا داریم مالک یوم الدین، صاحبی روزی جزا. مالکی هم چی هست؟ در اینجا اسم هست، اسم فاعل هست، اما از کلمه ملکه گرفته می شود که ملکه معنایش صاحب شد، صاحب شدن را گفته می شود، مالک شدن را گفته می شود. و همین خیل ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو رو می پرستیم و تنها از تو کمک می طلبیم. در اینجا نعبدو آمده است که در اینجا نعبدو این فعل مضارع هست، اما فعل ماضی این کلمه عبده هست. خوب، عبده یعنی پرستش کردن. وقتی که من این خیلی یکم شکلی جدولی تصریف رو می آرم، این یکم کلمه می تواند که یا به صیغه واحد مذکر غایب اشاره کند یا به خودی معنای مصدریش. پس اگر من خواهم می توانم که این رو همچون مصدر ترجمه کنم، یعنی پرستش کردن، یا اینکه همچون فعل شکل یکم که او یک مرد پرستش کرد در گذشته. فهمو؟ اما در اینجا من برای شما فقط چون که میخواهم که معنای این کلمه ها رو پیش کنم، من برای شما همچون مصدر ترجمه کردم. مصدر یعنی که کردن، همین که دن تن رو که اضافه میکنیم در زبان فارسی، همین رو مصدر، شکل مصدری گفته میشود. و در اینجا هست نستعین، این هم فعل مضارع هست. فعل ماضی این شکل چیست؟ استعانه کمک خواستن، کمک طلب کردن. خوب، و اگر من این را همچون شکل اول ترجمه کنم، او یک مرد کمک طلب کرد. خوب، و انعم در اینجا الذین انعمت. خوب، من ترجمه میکنم از برای فایده. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا ما را هدایت کن. در اینجا فعل امر هم اومده است، اما در فعل امر داخل نمیشوم. ما را هدایت کن، صراط المستقیم، برای راست، ما را برای راست هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم، راهی آنانی که به آنها نعمت داده ای. پس انعمت نعمت دادن را گفته می شود. انعمت این هست اصلا فعل ماضی، چون که انعم، انعما، انعمو، انعمت، انعمتا، انعمنا، انعمته. برای واحد مذکر حاضر
استفاده می شود. انعمت اصلا از جهتی جنس و شخص و عدد تو یک مرد، اما این در اینجا در این سوره البته که این اشاره به الله سبحانه و تعالی هست که ما همین خیل تو نعمت داده‌ای به آنها نعمت داده‌ای. انعمه نعمت دادن رو گفته می شود. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه راه آنانی که بر آنها غضب کرده ای و نه راه گمراهان. پس در اینجا مغضوب البته این هم فعل ماضی نیست، اما فعل ماضی همین کلمه غضب می باشد، خشمگین شدن. بعدا نظر میکنیم به سوره ناس و فلق. سوره ناس قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم. در اینجا قل الله شما شاید اهمیت بدهید که این فعل امر هست، فعل امر هست بگو، اما فعل ماضی این کلمه قاله هست، گفت یا گفتن. ملک الناس پادشاهی مردم، اله الناس خدای مردم. ما این آیت ها رو در بخش مضاف مضاف الیه گذاشته بودیم. من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه گیری پنهانکار، الذی یوسوس فی صدور الناس، که در دل های مردم وسوسه میکند. یوسوس این مضارع هست، اما شکل ماضیش وسوسه هست، وسوسه کردن. اینش آسان هست، البته یک کلمه هست در فارسی و عربی. من الجنة والناس، از میان جنها و مردم. و با سوره فلق نظر کنید. قل این را علاقه گذاشتیم اعوذ برب الفلق. اعوذ این چیست؟ عاد یعوذ، این هست فعل مضارع، اما شکل ماضیش گذشته است، عاد هست. شکلی گذشتهش عاد هست، پناه بردن. بگو پناه میبرم برب الفلق، به پروردگار صبح. من شر ما خلق، از شر هر آن چیزی که آفریده است. خلق این فعل ماضی هست، آفرید. و من شر غاسق اذا وقب، و از شر تاریکی شب وقتی که فرا میرسد. وقب این هم فعل ماضی هست، فرا گرفت. تاریکی فرا گرفت خاص هست برای تاریکی. و من شر النفاثات فی العقد، و از شر پوف کنندگان بر گره ها. در اینجا نفاثات فعل ماضی همین کلمه، البته که این اسم هست، اما فعل ماضیش نفثه هست، پوف کردن، پوفیدن. و من شر حاسد اذا حسد، و از شر حسودی که حسد میورزد. در اینجا هم حسد بردن رو گفته می شود. و بعدا دو سوره دیگر رو نظر میکنیم. سوره نصر. من چی میکنم؟ از همین سوره ها کلمه ها، یعنی البته اینها همش فعل نیستن، اما فعل ها رو میگیرم و برای شما پیش میکنم، فعل های ماضی را. اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که یاری الله و غلبه فرا رسد، یعنی که در آینده، این در وقتی که نازل شد در آینده رو در نظر داشت. اما جاء البته از جهت لغوی چی هست؟ فعل ماضی هست. برای چی در اینجا فعل ماضی استفاده شده است؟ این خیلی یک نقطه جالبی هست، نقطه دقیقی هست که در اینجا برای آن استفاده شده است، تا اینکه الله سبحانه و تعالی گویا که اشاره کند که این غلبه مسلمان ها اینقدر عمیق هست و اینقدر در این شک نیست که گویا که الکی شده است. خوب، اما این از جهت تفسیر هست. جاء معنایش آمدن رو گفته می شود. نصر البته این اسم هست، اما نصر فعل ماضی هست، یاری داد. رأیت و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و مردم رو بینی که گروه گروه به دین الله داخل می شوند. رأیت تو یک مرد دیدی، این فعل اصلی ماضی هست. رأى در اینجا دیدن رو گفته می شود. یدخلون این فعل مضارع هست، اما دخل فعل ماضی می باشد، در آمدن. فسبح بحمد ربک واستغفره، پس به حمد پروردگار تسبیح بگو و از او آمرزش بخواه. سبح البته این فعل امر هست، اما سبح تسبیح گفتن این فعل ماضی این می باشد. استغفر هم فعل امر هست، اما فعل ماضی این استغفر هست، آمرزش خواستن. انه کان توابا، براستی که او توبه پذیر هست. سوره بعدی اخیرا سوره ارائیت الذی یکذب بالدین. من علاقه رأیت هر دوی اینها با یک فعل برمیگردن. رأى دیدن،
یکذبو، البته معنای این آیه چیست؟ آیا دیدی کسی رو که دین حق را انکار میکند؟ یکذبو انکار کردن، یعنی که دروغ براری کردن، یک چیزی رو دروغ شماریدن. فذلك الذي يدعو اليتيم، او کسی است که یتیم را دور میکند. ولا يحض على طعام المسكين، و به طعام دادن کم بی‌زاعت مسکین هوسمندی نمیکند. یحض در اینجا حض فعل ماضی می باشد، تشویق کردن. فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون، پس وای بر آنانی که نماز میخوانند ولی نمازشان را غافلانه میخوانند. در اینجا مصلین البته اسم هست، اما فعل این صله هست، نماز گذاشتن، نماز خواندن. الذين هم یراؤون، آنانی که ریاکاری میکنند، در ریاکاری مشغول هستند. و یمنعون المعون، یمنعون فعل مضارع هست، اما منع کردن این فعل ماضی هست. خب این برای چی من اینها رو پیش کردم؟ گرچند که آنقدر فعل‌های ماضی در این سوره ها نیست، فقط بعضی هاش فعل‌های ماضی هست، از برای آن که شما کمک آشنا شوید با فعل‌های ماضی. این از بعضی کلمه‌های جدیدی این درس. تا حال 2 جدول کلمه‌های جدید رو من برای شما پیش کردم. در درس سوم بود یک درس، در درس ششم، و این است یک جدول نو که برای فعل‌ها هست. نصر یاری داد، کتب نوشت، فتح گشاد، ذبح ذبح کرد، قربانی کرد، دخل در آمد، رجع بازگشت، قرأ خواند، ضرب زد، وجد یافت، ذهب رفت. اینها رو شما انشالله چی کنید؟ حفظ کنید معناشون را، و این چنین اگر توانید بر همان جدول تصریف قیاس کرده جدول تصریفی اینها رو هم چی کنید؟ مشق کنید. نصر نصرا نصرو نصرت، کتب کتبا کتبو کتبت، فتح فتحو فتحت فتحتا. همین خیل اینها رو تمرین کنید که در زبانتون روان شود. انشالله اکنون میگذاریم به مشق امروزه و این جمله ها رو ما ترجمه میکنیم و دقت بیشتری خود را بر فعل‌های ماضی میدهیم. کی میخواد این را ترجمه کند؟ قال ابراهیم لابیه، گفت ابراهیم از برای پدرش. بله درست. در اینجا فعل ماضی کدامش هست؟ قال. بله درست، قال. قال گفتن را گفته می شود، و اگر ما به ترتیب ترجمه کنیم گفت ابراهیم به پدرش، اما از جهتی مثلا تاجیکی ابراهیم به پدرش گفت میگوییم. مشق دوم، نصر الله المسلمین، یاردم داد الله به مسلمانان. بله، الله و مسلمانان را یاری داد. الله مسلمانان را یاری داد. الله مسلمانان را یاری داد. نصر الله المسلمین. پس در اینجا کلمه نصر چیست؟ فعل ماضی، و ما این را با صیغه گذشته ترجمه میکنیم، یاری دادن. اکنون صلی علی صلاة الفجر، نماز گذاشت علی نماز فجر، بامداد را. بله درست گفتید. علی نماز صبح را، نماز فجر را، یعنی نماز ادا کرد. ادا کرد. علی نماز فجر را ادا کرد. این بود فعل ماضی ما، صلی، یعنی که در گذشته. صلی در اینجا فعل هست، علی فاعل هست، یعنی که کسی که عمل را انجام میدهد. و این صلاة الفجر کی میتواند برای من بگوید که این چگونه یک مرکب هست؟ صلاة الفجر بفرمایید. مضاف مضاف الیه استاد جان. استاد مضاف، الفجر مضاف الیه میشود. درست جواب دادید. ادامه میدیم. نعبدو، کسانی که جواب دادن الکی خوب میشود که بگذاری که دیگران هم جواب بدهند. نعبد الله الذی انعم علینا، میپرستیم الله را که برای ما انعام کرده است. درست. در اینجا فعل ماضی کدام هست؟ نعبدو. درست، همین خیل است. انعم یعنی که الله برای ما انعام کرده است. کرده است یعنی بله، ما الله را پرستش میکنیم که به ما نعمت داده است، انعام کرده است، هم درست هست. در اینجا انعمه باید فعل ماضی باشد. انعمه، انعمه، انعمو، انعمت. پس در اینجا انعمه واحد مذکر، به واحد مذکر اشاره میکند از جهت صیغه‌اش. بهترین. رحمت منیرتو علی ابنها،
مونیره نامی زن را گفته می شود. رحم کرد مونیره به پسرش. بهترین فعل ماضی کدام است؟ رحمت. درست. رحم کرد. صیغه‌اش رو گفته می توانید؟ جنسش مؤنث است؟ بله، جنسش مؤنث هست و عددش چیست؟ یک تا هست همین ها؟ بله یک تا هست. پس واحد مؤنث. بله، واحد مؤنث غائب. و آخران هست وسوس الشیطان لآدم. وسوسه کرد شیطان از برای آدم. بله، در اینجا کدامش فعل هست؟ وسوسه. بله، وسوسه فعل ماضی هست. صیغه‌اش رو گفته میتوانید؟ یعنی که وسوسه کرد وی مرد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر غایبی معلوم فعل موضوع. بله، درست. پس انشاءالله در همین جا درس به پایان میرسد. از همه شما خواهش است که همان جدول فعله را از یاد کنید. هفته آینده من اول میبینم که کی از یاد کرده است و بعدا میپرسم از دو سه شخص که برای من سپارند انشاءالله. و کسانی که از یاد نکنن همین خیلی آهسته آهسته درس ها سخت‌تر و سخت‌تر شدن میگیره، چون که شما واجبات رو تمام نمیکنید، تکرار نمیکنید. برای همین اختیار در دست شماست. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.